سلام، به جلسه 8 از آموزش نرم افزار اسکپس خوش اومدید. توی این جلسه ما میخوایم در مورد نمودار کوانتوم افیشنسی صحبت کنیم. ببینید، نمودار کوانتوم افیشنسی دومین خروجی مهم از بین خروجی‌های اسکپسه. این نمودار به صورت کلی داره میگه که سلول ما توی هر طول موج خاص از طیف نور چقدر کار آمده. در واقع ما میتونیم از این نمودار برای مثلا ABAB سلولمون استفاده کنیم که توی در واقع تیپ های نور مختلف ببینیم کجا مشکل داره، از طریق اون بتونیم بررسی کنیم و حالا ABAB سلولمون رو داشته باشیم، یا حالا از طرفی میخوایم بهینه سازی انجام بدیم رو سلولمون. توی همه این موارد نمودار کوانتوم افیشنسی میتونه به ما خیلی کمک کنه. یکی از حالا پارامترهایی که میتونیم در کنار این نمودار کوانتوم افیشنسی به دست بیاریم EQE هستش. این پارامتر چیه؟ به معنی اکسترنال کوانتوم افیشنسیه، یا همون در واقع نسبت الکترون های خارج شده به فوتون های تابیده شده که حالا از اول به خود سلول وارد شدن. این پارامتر این رو به ما نشون میده که در واقع با JSC که حالا ما توی جلسه قبلم توی در واقع تحلیل نمودار آیوی در موردش صحبت کردیم یه ارتباطی پیدا میکنه. شما میتونید این جریان اتصال کوتاه رو از انتگرال گیری در واقع همون EQE به دست بیارید روی طیف خورشیدی. طیف خورشیدی هم که ما گفتیم همون AM 1.5 هستش. یعنی شما میتونید با انتگرال گیری روی EQE در واقع JSC رو به دست بیاریم. حالا ما میایم یه سلولی رو مثل همیشه کادمیوم تلوراید رو اینجا آپلود میکنیم. من سلول رو یکی در نظر میگیرم برای همه نمودارها که حالا تفاوت خاصی براشون ایجاد نشه و شما بتونید رفتار یه سلول رو توی حالا نمودارهای مختلف ببینید. تو حالت دارک حواستون باشه نباشه، لایتش رو روشن بکنید. AM 1.5 هم که قرارداد همیشه هم بود و ورکینگ پوینت هم فعلا دست نمیزنیم که حالا خیلی پیچیدگی پیدا نکنه، صرفا بتونیم رفتار کلی سلولا رو ببینیم. بازه‌ای که برای نمودار کوانتوم افیشنسی قراره مشخص بکنید، پیشنهاد من اینه که معمولا بین همین 300 تا 900 نانومتر بذارید بمونه. بیشتر از این هم اگر احتیاج دارید حالا تو پروژه مختلف حساب کنید تغییرش میدین، ولی 300 تا 900 یه بازه خیلی کاملیه که به شما تمام طیف‌های مختلف در واقع خورشید رو نشون میده. هم در واقع بازه نور مرئی توش هست، هم فروسرخ هست، هم فرابنفش، و این میتونه یه رفتار جامعی از سلول رو به شما نشون بده. همونطور که میبینید اینجا داره براتون نشون میده این طیف های خورشید داره 10 تا 10 تا حساب میشه. 300 310 320 همجوری میره بالا و تا 900 حساب میکنه. در آخر هم شما حالا اگر فایل دیتا هاش رو ببینید میبینید که 10 تا 10 تا براتون در واقع این کوانتوم افیشنسی رو حساب کرد. وقتی که محاسباتش تموم شد آیکون کوانتوم افیشنسی اینجا فعال میشه. ببینید چیزی که در مورد نمودار کوانتوم افیشنسی وجود داشت، ما گفتیم که نشون دهنده اینه که چه درصدی از فوتون‌های تابیده شده توی هر طول موج دارن موفق میشن که یه جریان الکتریکی رو برای ما به وجود بیارن. این محور که کوانتوم افیشنسی رو نشون میده بر حسب درصد از 0 تا 100. این یکی محورم که طول موج هستش همون 300 تا 900 که ما خودمون مشخصش کردیم. ببینید بازه نور مرئی از 400 تا 700 میشه هولوش اینجا. خب توی این بازه ما همیشه باید بهترین جذب و بالاترین کوانتوم افیشنسی رو داشته باشیم، چون انرژی در واقع اون فوتون های تابیده شده خیلی مقدار مناسبی داره و میتونه در واقع از اون بندگپ لااجازه به ما عبور بکنه و موفق بشه که زوج الکترون حفره رو برای ما بسازه. اما معمولاً توی طیف فرابنفش و فروسرخ که میشن حالا بالاتر از 700 نانومتر و پایین‌تر از 400 نانومتر ما معمولاً کاهش شدید کوانتوم افیشنسی رو داریم. ببینید هم توی این بازه
هم توی این بازه ما کاهش شدید کوانتوم افیشنسی رو داریم به وضوح میبینیم. این برای چیه؟ برای اینه که شما توی در واقع این بازه که طول موجتون کمتره، انرژی فوتون هاتون خیلی بالاست. خب و این انرژی بالا باعث بازترکیب میشه. از طرفی این قسمت که در واقع طول موج داره زیاد میشه باعث میشه که انرژی فوتون ها کمتر بشه، خیلی بیاد پایین و همین موضوع باعث میشه که این فوتون ها نتونن جذب بشن. و این توی همه سلول های خورشیدی تقریبا به همین شکل باید در واقع وجود داشته باشه. شما نمیتونید مثلا سلولی داشته باشید که توی در واقع طیف های خیلی بالا جذب خوبی داشته باشه، کوانتوم افیشنسی خوبی داشته باشه، چون اصلا طبیعتا اون انرژی فوتون ها داره کم میشه. پس این یه رفتار کلیه که سلول ها از خودشون نشون میدن. و فقط یه نکته خیلی مهمی هم که در مورد این نمودار وجود داره اینه که شما باید دقت کنید. الان دارید با نسخه در واقع یک بعدی اسکپس کار میکنید. این یعنی که این در واقع نرم افزار برای شما تکسچر سرفیس رو مدل نمیکنه یا مثلا لایت اسکترینگ رو برای شما مدل نمیکنه. کاملا داره لایه ها رو کاملا صاف و همگن فرض میکنه. خب پس باید این هم در نظر داشته باشید که توی همچین شرایطی داره در واقع شبیه سازی انجام میشه و این حالا نتایج داره برای شما نشون داده میشه. بازم مثل بقیه نمودارها شما میتونید هم از این قسمت سیو رو بزنید، حالا به این فرمت سیوش کنید، یا دیتاهایی که خود در واقع نرم افزار داده رو داشته باشین و حالا از دیتاش استفاده کنید و به نحو دیگه‌ای اینا رو ذخیره بکنید. نکته خاص دیگه ای نداره نمودار کوانتوم افیشنسی. همین نکاتش رو بهتون گفتم. جلسه بعد هم در مورد نمودار CF صحبت میکنیم و تمام حالا نکاتی که در موردش وجود داره رو توضیح میدیم تا نمودارها هم تموم بشه و انشالله بتونید که یه شبیه سازی رو به صورت کامل خودتون انجام بدین. خیلی ممنون از توجهتون. خدا نگهدار.